برای آماده کردن کاپ کیک احتیاج به کره مارگارین و شکر داریم. کره و شکر رو داخل ظرف می‌ریزیم و حدوداً 1 دقیقه با همزن می‌زنیم. تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه می‌کنیم و هر تخم مرغ رو 30 ثانیه می‌زنیم. وانیلا به اون اضافه می‌کنم. بعد سرکه و همچنین بیکینگ پودر رو در این مرحله به مواد اضافه میکنم. فقط 1 دور با همزن میزنیم. آرد، پودر کاکائو و نمک رو با هم دیگه مخلوط کردم. 3 مرتبه از الک رد میکنیم و به تناوب با شیر به مواد اضافه میکنیم و با همزن در حد مخلوط شدن هم میزنیم. اگر مواد زیاد با همزن هم بزنیم کاپ کیک های ما سفت میشه. مواد کاپ کیک ما آماده شد. برای این مدل کاپ کیک میتونید از انواع کپسول ها استفاده بکنید، ولی بهتره که کپسول های مقدار ارتفاع داشته باشه. به اندازه 1 کاشو از مواد کاپ کیک برمی‌داریم، داخل کپسول پهن می‌کنیم. از این بیسکویت های کرم دار که در هر سوپری موجود هست میتونید استفاده بکنید. 1 قاشق دیگه روی اون می‌ریزیم. فر را با دمای 180 الی 200 درجه سانتیگراد 1 ربع زودتر گرم می‌کنیم. برای پخت این کاپ کیک سینی فر را 1 طبقه بالاتر از وسط قرار میدیم. مدت زمان پخت حدوداً 15 الی 20 دقیقه. بعد از اینکه کاپ کیک ها را از داخل فر درآوردیم اجازه میدیم کاملا سرد بشه. برای تزیین روی کاپ کیک ها من از شکلات بنماری شده استفاده کردم. شکلات تخته‌ای رو روی بخار کتری بنماری میکنیم و حدوداً 1 قاشق چایخوری به اون روغن اضافه میکنیم و برای تزیین از اون استفاده میکنیم. روی کاپ کیک ها هم میتونید از انواع ترافل ها یا حتی خلال بادام، خلال پستم استفاده بکنید.